جشنواره کن به فیلم آبی گرمترین رنگ است ساخته عبداللطیف کشیش کارگردان تونسی رسیده. فیلم گذشته اصغر فرهادی یکی از رقبای کسب نخل طلا بود که این جایزه را نگرفت، اما برنیس بیژو هنرپیشه این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن را برد. رئیس هیئت داوران این دوره جشنواره کن استیون اسپیلبرگ کارگردان آمریکایی بوده. محمد عبدی منتقد فیلم و سینما از محل برگزاری اختتامیه جشنواره از طریق تلفن با ماست. آقای عبدی، شما لحظاتی پیش شاهد مراسمی بودید که در این مراسم اسم فیلم گذشته برده شد ولی نه به عنوان برنده نخل طلا. بله، در واقع اتفاقی افتاد این بود که عجیب بود، یعنی همه انتظار داشتن که این فیلم به عنوان برنده نخل طلا اعلام بشه، برای اینکه شایعات بسیار قوی بود. آدم‌هایی که بستگی داشتن، یعنی وابستگی داشتن به کمپانی‌های خیلی بزرگ، این خبر رو تایید کرده بودن، اما در انتها این اتفاق نیفتاد. حتی به گروه فرهادی گفته شده بود که همه عوامل حتما حضور داشته باشن و این به این معنی بود که شاید فیلم نخل طلا رو برده، اما ظاهرا به این معنی بود که جایزه بهترین بازیگر زن رو برد. درباره فیلم آبی گرمترین رنگ است، کارگردانش هم عبداللطیف کشیشه که فرانسوی تونسی الاصله. درباره این فیلم یکم بگید برامون. بله، این فیلم که در فرانسه به اسم زندگی عادل معروفه، محبوب منتقدای فرانسوی هم شده بود، در جدول‌ها از همه بیشتر ستاره گرفته بود و نقدهای خیلی خوبی داشت. به نظر می‌رسید که این فیلم نتونه جایزه نخل طلا رو بگیره، برای اینکه عملاً نوع سینمایی به نظر نمی‌رسید که آدمی مثل اسپیلبرگ با تعلقاتش به سینمای صنعتی و سینمای آمریکا خوشش بیاد. اما در نهایت این اتفاق افتاد. قصه یک دختر 18 ساله یک دختر دیگر رو میگه. یک فیلم 3 ساعته است که صحنه‌های بسیار بسیار طولانی داره، از جمله یک صحنه، در واقع یک صحنه هم نه، 3 صحنه تکست بسیار طولانی که یکی از اونها بیشتر از 20 دقیقه طول میکشه و عملا نزدیک به پورنوگرافیه. بله. برنده بازیگر مرد کی بود؟ برنده بازیگر مرد بروس درن بود برای فیلم نبراسکا، یک فیلم سیاه‌وسفید شگفت‌انگیز درباره ارتباط یک پدر و پسر که خیلی فضای عالی داشت. به گمان من این فیلم لیاقت دریافت نخل طلا رو داشت. بسیار دیدنی بود از الکساندر پین. اگه حالا در مجموع بخوایم نگاهی بکنیم، به نظر میاد که آقای فرهادی خوش درخشیده در این جشنواره. بله، به هر حال اتفاقی که افتاد این بود که فیلمش تحسین شد. البته یک دو تا نقد منفی عجیب گرفت، از جمله در روزنامه لیبراسیون که نوشتن فرهادی از دست رفت، اما غالب منتقدای دیگه به خصوص منتقدای بریتانیایی از فیلم خوششون اومده بود و نقدای بسیار مثبتی گرفت. به هر حال فیلم شگفت‌انگیزی هم بود، میشه گفت که نزدیک به شاهکار بود. البته به جدای نادر حسیمی نمیرسید، اما کماکان همون دنیای فرهادی رو بازتاب میداد. متشکرم از محمد عبدی که از کن فرانسه با ما صحبت میکرد. ممنونم از همراهی شما. اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به سرخط خبرهای مهم این برنامه. یک روز بعد از آن که رهبر حزب الله لبنان گفت نیروهایش به جنگ با مخالفان اسد در سوریه ادامه میدهد، 2 راکت در منطقه زیر کنترل حزب الله در بیروت فرود آمد. نامزدهای ائتلاف سه‌گانه اصولگراها از کنار رفتن به نفع یکدیگر تفره می‌روند. در ادامه برنامه، وقتی گیتاریست ها زیر تیغ جراحی می‌روند. اعتصاب غذای دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل وارد 7مین روز خود شد. این دانشجویان که بیشترشان از اقلیت قومی هزاره هستند، به آنچه رفتار تبعیض‌آمیز خوانده‌اند اعتراض دارند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید مسئولیت کسانی را که دانشجویان از آنها شکایت دارند به حالت تعلیق درآورده، اما دانشجویان میگویند که آنها زمانی به اعتصاب خود پایان میدهند که این افراد برکنار شوند. گفتگویی داشتیم با غلام فاروق عبدالله، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل، و اول از او درباره ادعای دانشجویان معترض به وجود تبعیض در دانشگاه پرسیدیم. با اطمینان به شما میگم به صفت یک مسلمان و به صفت یک